اکا وارد میشویم. چه خیر امضا مونده؟ امضا پیمضا نیست، دیگر علاج نداریم. رفتیم. میدرویم بچه ها. Tevakkalat be Xudo. İşlere dolandım sanki hiç Bas dert as yokmuş برادر gibi. من دیگر نمیتوانم. Madem en به خدا بس است. بس است. سوزن را در کجا افتاندم ها؟ کجا شده؟ daldım mevzu içine ama artık daraldım be. Neredesin birader? Tepeme çok برخیز. خدا نابود شدم. برخیز آخر جان کن. Neredesin birader? Tepeme çökmeden çok acayip tipler. İpler inceldi iyice. Neredesin birader? Tepeme çökmeden çok acayip tipler. İpler inceldi iyice. Neredesin birader? نابود کردم نکاوت. Fena işlere dolandım sanki hiç dert yokmuş gibi. Battık madem en dibine. Polis az ceyatına cümbin. Elimde silah belimde rozet tam daldım mevzu içine. Ama artık daraldım ben. Neredesin birader? Tepeme çökmeden çok acayip tipler. İpler inceldi iyice. Neredesin birader? Tepeme çökmeden çok acayip tipler. İpler inceldi iyice. Neredesin birader? Fena işlere dolandım sanki hiç dert yokmuş gibi. Battık madem en dibine. Fark etmez mevzu bende. ولی واسه برادی. Elimde rozet tam بیا daldım بیا یه بس کنیم. mevzu içine. کلی برام. تو از این طرف رفت من از این طرف کارتوفمو رو Birader, tepeme çökmeden çok acayip tipler. İpler inceldi iyice. Neredesin birader? آه این خدای چیگه؟ همه چیز رو گشوده مونده است. اون سنمی جادوگر اومده اگر همه این رو ببیند سوختیم. معاف میشویم. با شما چی کار کنم هیچ نمیدانم. کاش تو از پس یافتن خودم نیم و از پس یافتن قلبم می شدی. از این طرف. برادر یک لحظه اینجا پنهان شوم. دور نگریخته است. در همین جای هاست. با اون طرف روید. رحمتی کلام برادر. امروز بهترین کسی که روبرویم برام تو هستی. چی شد؟ چرا این خیلی نگاه میکنی؟ در رویم مگر یکون چیز هست؟ آنقدر مجزد که ما هم البته از دستمان آمدهش رو کردیم. تو آن طرفش رو خودت فکر کن. من گریزم. مایده روم. کسی پستت ندیدی، نمیدانم، نشنیدی. گم نزن میلش. تو چه خیلانم هستی؟ خیر میلش. رحمت.
مامک جون کجایید؟ شما بیایید آخر بیایید. چیکار کردی؟ دختر به خود بیا. چیکار میکنی؟ تو چین داری؟ چی داری؟ اینه کاری کردگی تا بیا که؟ من فکر کردم شما چی فکر کردی؟ بچه دیده سودم سخت امزدی که آدمی کلان میخنه میزنه. اینه بینه که روبوت شکستی. اکو من با کمیسر یگیت چی میگم؟ گویا که من مثل دوزم به خانه در آمده باشم با شکایت میکند. با من کنی گوی در اینجا چیکار میکنی؟ تسلیم شو پلیس. بلا سند. یعنی برای چوجه ها بیاید آیسته آیسته خورید. نیسبی تورت رو خودی برادر باز کنی تاکسی بپرسید. یکم با این بازیچه اینجا چی کار میکردید؟ دویو شما رو کی به اینجا روان کرد؟ گوش که دخترک خشر جانی من کلید این خونه رو خودم دارم. کنی گفتم رنگ دوزدا بودرم چه خیلی میشیده باشه. ما رو هیچ کس دوزی روان نکردم. ما با خود ما در اومده ها ریزا. به زبان من جواب ندادید اما چرا؟ دیو من نمیپرسم. میدانید که اگر پدرم آید چقدر بگر در آوردن شما رو میداند فهمیدید؟ پدرم گفتی؟ بله درو شنیدی کلاغرس. من دختر کمیسر یگیت هستم. همین کمیسر یگیتی ما چه خیلی ناممکن است. کمیسر یگیت با من هیچ چیز نگفته بود که؟ چیزی نمیگوید. شما هر دویتان هم به کسی چیزی نمیگوید. این گپ در همین جا میمونه. گپ نیست. مرا فهمیدی؟ حاضر پدرم رو زنگ زنم آمده شما را گرفته برد یا اینکه همش رو به من نقل کنید. همش رو. گوش که دخترک خشروی کارا را نکن. حاضر من همش خودم نقل میکنم. ما اینجا قطعی ریزا بازی کنی در آمدیم. به نام خدا کلید همین خونه را من خودم دارم. نه که گمش کردم مجبور شدم که به زکالکه در بکشامو درام بازی کنم. این همی ریزا مرا حل کرد گفت که 5-50 هنره در بکشام میدوریم بازی میکنیم. اگر نه من به حال خودم نمیدرام بود. یعنی شما تنها برای بازی آمدید؟ شما را دکتر روان کرده بود مگر؟ چه دکتر؟ یگان دکتر پختر من نمیشناسم. در محله پایان یک دکتره 3 دندان اطلاع داشتم همه شکن فروغ پدن علتی. به خدا همه شیطونگری هست. در اکلام نشون میدن که دندون میکنیم درد نمیکنن. نه که اونجا میره که بلا ملا پودکا دندون تا میکنن. اگر بگن که یک دندون تا میکنیم $1,000,000 رو میتیم به خدا من روزی نمیشه. تمام اینقدر باشد سوالات تمام شما آزاد هستید. چخیر یعنی از بالای ما به سود شکایت نمیکنی دختره؟ من این روبوت برام ساز کنم که گپ میشوه. یک چیز بگم دختره، همین در آمدن ما بین خود ما سیر مونه. اگر شما سیری مرا نگاه دارید من هم از شما رو نگاه میدارم. شد گپ نیست دختره. خیلی بین است ریزا دیگه مرا حالا نکن کارتا میکنم سگره. İplerin inceldi iyice. Neredesin birader?
امینه امینه هرچی کسی ندید وگرنه شرمنده می شدم. کلید نیست یا خدایا کلید. مرستوکی خاموش باش، مرغ گفته داد نزن. شرمنده میشه. کمیسر چه ضروری بوزه؟ چیزی نیست صاحب. چیکار کنم؟ در مرغ پروری کار میکنم. با مرغ ها دانه میدیم، با آنها مشغول بشم، بی پول دانه میدیم. دیوانه ای تو مگر؟ در عملیات بودم دیوانه؟ کمیسر من یک کینو تماشا کردم، رنگ خودت خیلی لباسای مرغی را میپوشن، 3-4 دخترک میگیره، درون کینوتئاتر عملیات میرون. به خدا هم خیلی عملیاتای کلاسیکی 3-4 دختر در برود من گندم کن. به کینو رفته خورا خورده به خانه آمده کلاسیک است. یعنی حاضر یک تا میزنم گپ ایجاد نزد. گوش کن، این درا کشاده میتوانی کلید داشتی کو کشاد؟ همون کلیت گم کردم، یکم بازیچه کردی بکشمش. ایستا بازیچه؟ آفرین، این خانه ایستگاه است. کنی کشاد؟ یک طرف بیزم. ایستا. این کارو قوازمی نیست. مرحمت کمیسر. این خانه مسجد است. هر کسی که آیت میداره باز با بازیچه کشاده میشود. و من نگاه کن، نخند. تو مرا این خیل ندیدی و نشنیدی، فهمیدی؟ نخند. گمشم. بخدم کمیسر این مرغ شمدیدمه. گوش کو تاغا میگم در چمدان تیلا داری سخت اچاقش کرده ای. در بگاژ ماشین میموندی مشاخی. ای دادر به کار پدرت دخالت نکن. همین خطون ای کجایی؟ ای دادر به کار پدرت دخالت نکن. اگر خواهی نام مادرم را نیز گویم. تو مرا به گگ گرفته دوا داره که پولام را از چمدانم اوف گرفته غارت کنی ها؟ ای بایی تهمت نکمکی؟ بس من در این شهر کسی را باور نمی کنم، حتی پدرم را. تو مرون این خیلی قشلاقی دیدی فکر کردی فریب داده میشد ها؟ توبه استغفرالله توبه. چرا مرا مثل تربوز تاب داده ایستاده؟ به راحت راست روی نمیشه. اگر راست رفتستم کو؟ چرا چرسده ایستاده پس؟ یکان راه راست نیست؟ ای تاغا راه همی خیلن گردیش دورن. خونه کسی مهمونی میره، خدا صبر جمیل نصیبش کنه. چخل مهمانی؟ من از قدیم اینجا هستم. من خانه دارم در استانبول، با آنجا رفته ایستادم. تاکسیمتر چرا اینقدر فیر تاب خورده ایستاده است؟ مرا فریب دادنی چی؟ البته تو میخرین با آب نمیره و کوخی. نه نشد این کار. مرا الان آنجا در یگان جای من کن کنی. یا خدایا با من صبر ده. یک لحظه حاضر من میکنم. این را گیر. ای چیه؟ پول؟ ای تاغا این کم است و خیر میلش هیچ گرده. ای دادر شکرگی از بابی نبی پول گرفتی. پول هوی خوره هوی خور. زیغ نشو عشقم، زیغ نشو. تو سنم داری پروانه کن. یگیت عشقم، من از تو بسیار معذرت میخواهم. تو مثل طفل بیگناه بوده، تو رو رنجاده نمیخواستم. من روحی تو رو باید کنم گفتم، مثل روحی حیوان. روحی حیوان گفتم؟ حیوانش چیست؟ حیوان چی دخل دارد؟ یگیت عشقم، من تو رو
مثل مادر کودکش رو به آغوش گرفتن میخواهد باور کن مرا همه درد و غمت رو دور میکنم. بسیار خوب، سوپر، عالیست. کو ببینم خود درد رو نشان ده سنم. رفتیم. صبح خیر. صبح خیر. اینها در کجا باشد؟ جناب نبدار کمیسریه که در کجا باشد؟ یا خدایا پدرم 2 روز به خارج رفت. اینها رو ببین پیسانه میکنم. جناب نبدار یک چیز پرسم، کمیسریه رو ندیدی؟ نه. در کجاست؟ در کجا باشدین؟ اصله یکی امروز آمده بود؟ نه ندیدم. شما دیروز به عملیات نرفته بودید مگر؟ میدونستم چند وقت بود که رفتارهای شبهناک داشت. خنوگ نظری میکرد، حتی دستم را نمیگرفت. انیق با دیگرش است. انیق من باور دارم. یگیت انشالله تگی اتوبوس میمونی. سنم این خیلی چیزی است یا نه نمیدونم ولی فکر نمیکنم. زنگ زدیم ولی جواب نداد. متاسفانه مکانی کمیسرمان رو ما هم نمیدونیم. دیروز وقتی که رفت حالش چخیری بود؟ یعنی لباسای زیبا داشت، بوی دوخی میکرد یا که همه خیلی رفت؟ این حال را بینا. سلام علیکم. علیکم سلام تقا. برادر در این جاها سالهای پیش یک نصیحتخانه بود. حاضر در کجاست؟ چی این خیلی دیدید کرده ایستاده ای؟ قطعی رفیقم گم زده استم. رفیق؟ در کجاست تو؟ اینه در بر مشتگیه. تو دیوانه این کوچه هستی؟ هیچ خیلی گم زنی های؟ دونه دیدی چقدر ترساده بود، چقدر پرتا. خطا از من است که با تو صحبت دارم. آزمه بردارمش. نزدیک نشو. تو نزدیکی آمدی؟ به یادم است من اینجا یک بنا داشتم، بنای شخصی خودم، حجتاش 100%. همان را جستجو دارم، اما این جایها تماما تغییر یافته است. اینجا یک بنا بود، حاضر نیست. کی بیان کرده باشن؟ بسیار تغییر یافته است اینجا. وقت پیش اینجا چراگاه بود. یک بزرگ داشتم در اینجا میچراندم برو. بزرگ مزگیشنگی بود. از دست دادی میگوی ها؟ معلوم است که بینم. خیر من اینجا یک رفیق دارم نامش صاحب. این خیلی شکمش کلان، قدش پست بزبله، زردی نروی. نامش صاحب است تو، اما خودش بی صاحب. دربان است در اینجاها. میدانی در کجاست؟ نه اکا، من نوای دیوان خونه گریختم. تو نو بر آمدی ها؟ شما مرا در جوانی هم دیدید. هوشتون میرفت. چنان بچه زیبا بودم که وقتی که از کوچه میگذاشتم دخترها چشمشون کلو کرده مرا نگاه. شما هم جوان مینمایی؟ البته جوان مینمایم اما از تو کلان هستم. همسن اکد میشوم. خیلی سلفی میکنیم ها؟ سلفی چی است؟ بس نگاه کن. چی کار میکنه؟ گم شو. در این شهر هوشیار نیست. همه دیوانه. وای او. وای او. وای او. من در حیاتم سری وقت به کار نمیرم.
وای در درون قفس مرا چخیل موج زد حالا هم به خود نآمدم. کمیسر چی شد؟ کی زد شما را؟ آدمی که شما را میزنم من دستاش نمیشکنم. به صاحب صدایت را بلند نکن از خود نرو هیچ کس نزد. راه نروم. کمیسر بیس خطایی دور نگیر. یکون کس زده که زنگ بزن. ما مایدست مویا چینیم چی کار میوه اوخی. یکون حدیثش زنگ بزن من پریده میام قدی گروپا. چخیل آدم هستی؟ چخیل خواب میروی؟ چخیل میخیزی؟ چخیل میخوری؟ چی ها میگویی؟ کله غفلت از سرت ماند. هیچ کس نزد مرا از روی کتی خواب افتیدم گم شب. کمیسر چخیلی دیوان بوده میغلطیدی تری میشی. ترک از زنگ زدگیه. بله کتی خوابی ما کلان است. دو آشیانه فهمیدی؟ از بالای اون افتیدم میگویم مگر نمیفهمی تو؟ راه را کشارم. کمیسر من برای شما یک کلیتی نو ساختم. این را بگیر سومی کوارتی را تیز بتگی. خدا از تو راضی باشد. فکرم رو کردی رحمت آفرین. کمیسر همین خطایی دور نگیر برادر. کم کم زنگ بزن یکون پرابلم شما بچه کو همین محله خدمت هم میکنه. جاغت از سرت ماند صاحب. جاغت از سرت ماند. بچه‌مون نمیمونیم که آدمای محله ما را بزنن. گوش کو کمیسر اگر همین کرده سری تو یک از دست برداشت زنگ بزن به خدا یک ماشین آدم نآوردم نامی من صاحب نه. خاموش باش گم شو مرا به حالم گذار روم در شانه هایم زده نیست به این هم درد کرده ایستاد است دیوانه ای. کمیسر من شما را دوست میدارم شما با جای اکم نه ردنو یکم صاحب بابی نبی زیاد گپ نزن گیر اینها را از دستم. بابی نبی اخشلاق چی با اومدی؟ برای در آمدن به بنای شخصی خودم از تو باز اجازت میپرسیدم. این مردکی خوب بابی نبی نام داره به خدا تقای اوچمه. این صغیره کیست؟ بابی خیلی نگو این کمیسر ایگیتن اجاره نشین خونه اخته. کمیسر این بابی من زوره اینه که کم کم دهنش بیزه باید اهمیت نته صاحب این همی خونه که کوارتی را میشینی کو این همی بابی نبی این همی خونه را با فکر اومده توفه کرده. بسیار خوب خوش آمدید. روز بخیر روز بخیر. این آدم هیچ معقولم نشد. بابی نبی آدم نمیشناسی خیلی نگو خی این بسیار انسانی خوبه. پولی همی کوارتی را پیشکی 3-4 مو میتیم. بخدا کمیسری عجیبه دینشم لباسای خروز کتی اومدگی بود. خروز میگویی؟ نمیدونم خروز بود مرغ بود چی بود؟ خیر بیا بردار رفتیم. خانو تبین چی که توزه کردن بنا بیزیب شده است. ببین بامش به پرگی افتیده است. هیچ اهمیت نمیدی. هیچ اهمیت نمیدی میگه بخدا نو ریمون چی کردم. همه جایم درد میکنه. وای چمپیون کنی بیا گذر به ماشین شین رفته کمتر مشق کنیم. آهسته چی زده ایستاده؟ باز تو هستی؟ باز مرا مسخره میکنی؟ گپی زیاد نزن کاری زیاد داریم خودت میدونی که برادر من کاروبار دارم دیشب به عملیات نرفتم به خدا از پشت تو مرا آخیر از کار پیش میکنم مرا گذار میروم بس برای خدا. یونس مثل گذشته باز تو را تهدید میکنم زود به ماشین چین. برادر باز تهدید چی اینقدر تهدید کردن را دوست میداری تو هم؟ اوف به خدا عاقبت من کاری میکنم که گروهی دسته سیاه از چی از همه را برباد میدیم و هیچ خبری نمیماند. ماشینت را عوض کردی چی؟ این بار نمیپرسم که به کجا میروی چون که پول برق رو پرداخت کنی میروم میگویه همین خیلی خانم. من گفتم که ولی میدونی من دیروز همه پول ها رو سپاریدم اکنون از چیز قرضدار نیستیم. ولی روی دست خودمون نیست هنه در آن گردش بابای محیدین است کو بسیار پیر است کودکانش گپش را نمیگیرن پرداخت میکنی گفت مایلش گفتم بیا ما جانم نه جانم از اون نیست. در حقیقت از جناب محیدین است. چه کار کنم نگفتن نتوانستم. نبیره ای من قلبش دلویی است
آفرین ملیکه خوبی ها یک توی بیبی جانش من تو را بسیار دوست می‌دارم آه بیبی آه چگونه فرزند در این دنیای دیلم به پیر من سوخت رفته این رو پرداخت کرده آید رو دخترم رو میرم خدا کسی رو فرزندی بد ندهد دادی دار بیبی جان رضای خوش حاضر میبینیم بابی جانم یگانه مثل چراغ خونه بابی جانم درایا جین و عجیم برایا ای بابی نبی شرطه که در این آشانه من زندگی کنی ایتش دیگه با بردار به حضور همونجا زندگی کن همه جورا میبینی ای دادر مثل پدر از سفسته گپ نزن چرا بیهوده یک آشانه دیگر سازم 250,000 مصرف کنم قصر است مثل قصر به تو خانه دادم یک جای اینجا زندگی میکنیم چی میشود این خانه من است این مردم هر چی فکر میکنن آخی میگن توقع قطعی بابوش چیکار میکنن چیزی که گوین گفتن گیرن من پولم را میبینم پولم را بیا مرا گوش کن پول مثل زنک است زنک این خیلی مالی در دوستداری کردن لازم اگر نه مالی گریخته میرود از دستت و بیچاره میمانی بابی نبی ما در این خانه زندگی شخصی داشتیم آخی چی خیر زندگی شخصی از چیست باز آخی خیلی دیجا باشیم من دیگه ایجا چورمغزک پرمغزک ندارم چی خیر چورمغز پرمغز تو به اینجا دخترها رو میوری چی مثل پدرت دختر بازی میکنی تو بدبخت ای بابی نبی چورمغز گفتستم پیسته نکو ما قدی جورا ما جمع میشیم چورمغز میخریم کینو تماشا میکنیم اینم خیلی کارو آخی کمی بعد من گرد بینا را چرسده میگردم تفتیش میکنم همشا شد یگان چیز نادرست اینجا بینم از گوشت گرفته پشتی در میپرتایم تو را فهمیدی؟ ابله؟ فهمیدم بابی فهمیده باشی باز خوب خیلی جان خوبی سازی کارات نغزه یا مسئولیت کرده بودیم کو امشب باید خانه می اومدی کو در خانه خیرسه پگه بیاین نمیشوه جان اصلا که منه با مزه منه شیرینه که منه هم قدوسم ندارم که نه برادر این خیلی نمیشود نباید کارو درست کنم حاضر رفته با وی میگویم که او رو چقدر دوست میدارم راستی گپ اگر این خیلی نکنم دوگانهش با من عادت میکنند و رد کنم او رو وی خفه میشود خوبش با او گپ زنم الو علیا صبح خیر از خواب بیدار کردم چی؟ در اصل من با تو گپ زدن میخوام یک چیزی مهم رو گفتنم در کار عجب و امروز وقت داری؟ باید بخوریم تمام بهترین این خیلی باشد ساعت 1 با میخوریم تمام تا بازدید این رو بین حتما باید با تو رو شد گویم که من تو رو دوست میدارم می دختر وگرنه تو رو از دست میدیم کمیسرم علی تو عاشق هستی؟ نفهمیدم تو عاشق هستی میگویم جواب ده؟ نه کمیسرم من خود با خود گپ زده ایستاده بودم عاشق نیستم چی علاقه دارم این حجت درباره حجت های یوگی چیکار میکند علی؟ شما برای آن وای کردید من این حجت های عملیات دیشبه نیست مگر من آنها رو آنجا موندم اخیر تو آن رو آنجا مونده ای اخلا در کجاست علی؟ تو عجیبی یگیت هم عجیب است به این شعبه چی شده است من نمیفهمم اصلا در خانه تو دیگی خوراکپزی است از دستی دویم خریدن میخواهم به این هم تو استفاده نبری دیگی خوراکپزی رو دویم از آشخانه خوراک میخری نه مشکلی در من است چی شد یگون گپ خطا گفتم یک چی پرسم علی در خانه تون یگون دیگه زیادتی نداری با خدا میخوام انا همین خیلی برادر پوهت رو بردار کشال شو خدای مهربان تو مگر خدمت حربی نکرده ای؟ کردم 1 ماه خدمت کردم ولی تو از همون دنبل ها هم ظالم تر خیز گوید کسی نیست خسته می نمایی گوید فقط فرمان میدید با من نگاه کن تو چرا یگیت رو در این جنگ های قفسی آمیخته کرده ای و به من نمیگویی
تو چرا با من نگفتی که تو رو با بازی دعوت کردن نه؟ چند بار گویم فکر کردم بازی فوتبال است نمیفهمی تو. یگید با این خیل آدم ها چیکار میکنن؟ جنگی در قفس فلان چی گپ خودش؟ نمیدونم ولی بعضا برای دسترس کردن حجت ها از این راه استفاده میکرد. یعنی برای دسترسی به دسته سیاه. برای همین با شوکت وا میخورده است. معلومات جمع میکرده است. برای شوکت جنگ میکرده و به او پول به دست میآورده است. آفرین چمپیون. ببین با سرت اکسیژن در اومد چه خیلی کار کرد. زود باش اکنون شوشویت را از اکسیژن پر میکنیم. خدایا ایسته یک کمک گپ زنیم. صحبتی گرم داشتیم. دیگر کار نداریم فقط دوام میگویی. زود باش برادر زود. دویدن را سر کن. 1 2 3 رفتیم. بیا دخترک چی میخواهی؟ ما به تماشای رسم ها آمدم. اما خودت رو تنها در آنجا ممکن نیست باید همراه پدر مادر پدر و مادر؟ دارم البته دارم. ببین انا اونجا انا اون مادر مرا ببین اینجایم. مادر یک بار ببین چی میشود. سانت رو دوست میدارد. اگر رسم رو ببینه دنیا رو فراموش میکنه. من روم. کنی چمپیون رفتیم زود باش کافی است من خسته شدم. این او برای انا بگیرین را چمپیون حلال کردی. رحمت دوت کرد. بیکس بود کی بود؟ یگید رو کشته بود کن؟ وای آدم اوبیه است. او را دست سیاه کشت. یگید وقتی که رفت به من امر کرد که تا آمدنش خودم را فاش نکنم. مثل که مردنش را میدانست. پس معلوم شد پای بردن. تو این خیلی چیزها را فکر نکن. تو کارت را خوب کن. نقش پلیس را خوب بیاموز. قصد برادرت را یکجا میگیریم. چرا تو اینقدر این کار را جدی گرفته ای؟ گوش کن. تو یگید چکمه کستی تمام. قصد برادرت را میگیری. من باشم در کنارت میشوم. همین قدر. تو این خیلی چیزها را فکر نکن. بگیرین را. این دفعه خوب نگه دار. باز گم نکنی ساختنش آسان نیست. گم کنم هم چی میشود؟ زیر کنم هم نمیایی. زود باش زود.
خیر است خانم جان. کی رو دیدن میخواستی؟ اصلا شما را دیدن میخواستم. شما مدیر اینجا هستید؟ بله، این اتاق کاری من است. این خیلی باشد خطا نکردم. رسما بسیار زیبایند. تبریک میکنم. همه اثرهای خوب هستند. رسما ما تصویر نکرده ایم شیرین جان. ما می‌آویزانیم. وقتی فروش فایده به دست آوریم مبلغش رو به دیگر شرکت‌های خیریوی می‌گذرانیم. این خیلی باشد دوباره تبریک میکنم. اگر پول می‌داشتم من هم می‌خریدم، ولی ببینم کمی ممسیک کس نمی‌توانم. تشکر زیاد شیرینک. اگر خواهی رفته رسما رو تماشا کن. من از شما وای پرسیدنی بودم، اما چی خیلی پرسم نمیدونم. از من خوبش روی راست میپرسم. شما دکتر رو میشناسید مگر؟ دکتر؟ چی؟ کدام دکتر؟ یعنی از درون قفس فرار کرده ها؟ از پسش پلیس بود. از دست آن پهلوان رینگ به ضرر رها یافت ها؟ این وی است، کسی که من با او جنگیدم. این خیلی باشد. در لونا پارکی بود. چرا مثل کسی دیگر رفتار داشت؟ تو راست بگویی. رفت و کسی دیگری به جایش اومد. کی؟ چرا به جایش گذارد؟ حالا میبینیم اینها را به خاطر آن گفته ایستاده ای که بیهنری خود را پوشانی، یا در حقیقت گفته های تو راست باشد؟ میبینیم. تو آن شوکت گفتنی آدم را برای من پیدا کن. یافته به اینجا بیار. سلام جناب دکتر، شما را یاد کردیم. نه همش خوب است. یک مشکلی خردکک بود، پگاه حل می شود. روزهای خوش. شاید نام دیگری داشته باشد. شاید در حقیقت دکتر نباشد. خیلی که گفتم دکتر گفتنی رو نمیشناسم. دکترهای شناسم هست، اما به این مسئله علاقه‌مندی ندارم. نشناختنتان چیزی عادی است، چون که با هم وا نمیخورده است. شاید یگان شناس شما است. شاید به خاطر میارید. اما بس کن، دکتر مختور نیست. عصبی شدید مگر؟ یا از او بسیار میترسید؟ یا میدانید و گفتن نمیخواهید؟ با من چیکار داریم؟ محافظ به اینجا لطفا. مرا از اینجا راندن میتوانید، ولی دامنتان رو مرا نمیکنم. مرا فهمیدید؟ از پساتو میشوم. این کودک رو برارید از اینجا. بیا دختره، کنی برو. زود برو. سلام همکار. ملیک نمیگیره. سلام، چه شد عملیات دیروز؟ چه خیلی گذشت؟ اینا چی شد باشه؟ ای برادر، کنی با من بگو دیروز عملیات چه خیلی گذشت؟ به کجا میروی؟ کاری امروز همون دشوار هرچی باشد. این چی گپ خودش هیچ نمیفهمم.
سرکار شدم. سلام اکای محمد، چی خیل هستی؟ کار و بار چی خیل؟ نمیبینی همه ما با کار و باری خود آواره هستیم. علی تو چی خیل هستی؟ خوب بد نه. چی شد با شما؟ مثل که با شعبه بمب افتاده باشد. کسی خرسند نیست؟ شوخی میکنی؟ акай маҳмад, ман ин ҳисоботҳоро мебарам. ин шавкат гуфтани одамро расмҳояшро ба ҳама шубаҳо равон карда. ва комиссар аслия гӯед. майла шаде, майла шад. акай маҳмад, ягон мушкилӣ ҳаст? мисли ки ҳама дигар хел рафтор доранд. беншин, кане беншин. гӯш кун. ту медонӣ ки ман ҳамаи гапро дар рӯи одам мегӯям. динашаб кори нодуруст кардӣ. яъне ба мо не, ба аслия хатои бузург кардӣ, ӯро танҳо гузоштӣ. бе ин ҳам амалиёти хуб анҷом наёфт. мо як тараф, аммо ба аслия айб шуд, айб. аз ин ҳам гап шунидем. تو چرا دروغ گفتی؟ پدر و مادر در کجاست؟ اوف سرده. من خودم میروم. ها دانسته باش پدر من پلیس است. همه تو رو یک به یک نابود میکند. فهمیدی؟ فهمیدم. بیشتر بی حیا. ها انیق میداند و نکی نمیگوید. من این کار رو اینجا حل نکنم. نامم رو عوض میکنم. میبینیم شما رو میبینیم. سوپرکلی به من چسبیده است، رهایم نمیکنه. یگید عشقم خدایا وای باز پیداش. عشقم اوه تعیینات مخصوص. سلام تعیینات مخصوص، در دلم آنجای شماست. ما هم از تعیینات مخصوص هستیم. آماده می رویم. شما ناموسی ما هستید. یگید عشقم کجا شدی؟ Neredesin birader? Yigit? Asliya? تو هستی؟ ترسیدم به خدا که چی گپ هست؟ چیکار کرده ایستاده‌ای؟ من؟ کاری نمی کنم. عجیب می نمایم مگر؟ بهودگویی نکن. چی گفتنم را خوب میدونی. عملیات شب گذشته رو میگویم. عملیات دیشب رو میگویی تو؟ زیق نشو اصلیه. یک عملیات می آید و دیگرش می آید. دفعه دیگر می داریم آدم ها رو. باز مسئله گروه دستی سیاه ها؟ یک معلومات گرفتی دویده پریده رفتی. با عملیات هم ناومدی. نه تماما این خیلی نیست جانم اصلیه. یک لحظه چرا من رو گوش نمی کنی؟ وای در عملیات نبودم. نه راستش با دیگر عملیات رفته بودم. وگرنه تو رو تنها نمی گذاشتم من. دیگر عملیات ها؟ با گروه دستی سیاه. اصلیه مرا گوش کن. یک لحظه صبر کن. چخیل گروه کدام دسته سیاه؟ تماما دیگر عملیات برآمد. و آن عملیات رفتیم. خودت میدونی که در این خیل حالت ها پریده میروی. یعنی تجلیلی هست. دروغ گفته نمیتوانی تو در حقیقت بازیگری با دستی میدونی این رو؟ بله یعنی اکتوری بد هستم. همین خیل هستم. ما عجیب گفتی. من همین خیل گفتی. وقتهای آخر تو عجیب می نمایی. عجیب می نمایم من؟ بله. برای من یگان گپ داری؟ بله دارم اصلی. بیان
شب نمایش لباس ها وقتی که از بالا خود رو پرتافتم سیم ها کنده شد. همه سیم ها سوخت. من سوختم، تمام سوختم. باور کن. چه گویم؟ یعنی که پیچینی از اردی سفید است که در دست قپی خاک و چنگ می شود. خاکی سفید می شود. در فیلم ها هست. یعنی در اصل به ترتیبی است. آن به ترتیبی به تو دست نمی رساند. یعنی هم خاکالود می شود ولی در اصل نگاه کنی خاک سفید نیست، یک خیال سفید است. یعنی خیال های سفید به همه معلوم است که چون این خیال ها وجود دارند. برای همین می گویم زندگی پر خیال است. در بالای سرت ستارگان تاب می خورند. یک نگاه می کنی در مرز هستی، باز می بینی که در نپتون هستی. یکی تو چی می گویی نمیفهمم. ارد، خیال، فالون، پیچین. یعنی وای درباره عملیات گفته ایستادم. درباره عملیات خیلی وقت گفتنی بودم اما تقدیر نبوده است. همین یک لحظه. پیچینی اردی سفید فالون گفته ایستاده. تو درباره عملیات نانی سفید گفته ایستاده؟ بله البته جون، نامش عملیات نانی سفید است. بله سرم پر از فکر و خیال است. دیرتر به سرم آمد. معلوماتش نه آمده بود. به تو گفتنی بودم اما فرصت نشد. این در حقیقت خبری خوش است میدونی؟ اگر این خبر درست باشد تو را میبخشم. از راستی اگر اینقدر خرسند شدنت را میدونستم پیشتر میگفتم. چرا نگویم آخر؟ دیوانه تو، این برای من بسیار مهم است. از همه کاری دشوار این بود. این خیلی باشد من همه را به مجلس دعوت میکنم. نمایش را تو میکنی. من؟ بله. بعد از 10 دقیقه در تالاری کلانی مجلس کو. این دفعه نهایی سرت را میکفونم. این خیلی نمی کردی هم می شد. هم مرا کاش دعوت نمی کردی. دستم را قپید. دستش ملایم بوده است. من درباره نانی سفید چیزی نمیدونم. خوب از کجا این معلومات رو گرفته است؟ نمیدونم. هرچی گفتن گرفت. ترانسفرماتور برق گفت. او یک قطور خبرکش دارد. حتی یک تا ترانسفرماتور گرفته بود اما برق رو نشنیدم. باشد اکا، از کجای گرفته باشد فرق ندارد. مهم آدم ها رو این بار هم از دست ندیم. باری گذشته با یک قبچه خاک دیدیم آنها رو. دیگر بار دیدن نمیخواهم. او چی میدانسته باشد عجب. یگیت خوش آمدی. خوش باشه. رفیقان، کمیسر یگیت معلومات های مهمی دسترس کرده است. حاضر به ما میفهماند. عملیات نانی سفید رو همه‌تان میدونید. آبروی شعبه تشکیلاتی شده است. بیا. سلام رفیقان. بله. کمیسر اصلیه خوب قید کرد. عملیات نانی سفید مهم است. چرا مهم است؟ چون که نانی سفید در زندگی ما مهم است و شکممان سیر می شود. نعمت است. یعنی نان جان آدم است. وقتی در زمین میبینیم گرفته میبوسیم کنار میگذاریم زیرا گناه عظیم است. ابلهان آن را نیز مسخره کردند. کرنمک هستند. بله اکای محمد همین خیلی است. این آدم ها ناشکرند. یک زمانی بود برای نیم پاره نان در نوبت ایستادن. حالا وی را گرفته در پرتو میپرتند. عملیات همین است؟ نه من سرم تاب خورد ناگهان. نه عملیات نان سفید. بله عملیات ها را علالش کردم. نان زهرآلود یعنی؟ بله زهرآلود. نان زهرآلود شود چی می شود؟ نان زهرآلود شود حیات من زهرآلود می شود. آخر زیبی دست در خانمان است. نان بود چو جان آدم، قوت و درمان آدم. شد یعنی ما این آدم ها رو چقدر دستگیر میکنیم. باری گذشته خبردار شدن، گریختند و همه رو خاکالود کردن. نه آدم ها رو یافتیم نه دلیل پیدا کردیم. این بار هم فکر میکنم یک مثل گذشته میکنن. با خدا با فکری من هم این بیناموس ها همین خیل میکنن. کمیسر اصلی بله همین خیل میکنن. چون که به شرف بیناموس هستند. تکرار میکنن. به عقل هستند این آدم ها. زیاد گفتن چی بلا؟ یعنی کمیسرم شما میگوید باز همان مکان رو استفاده میبرند؟ شاید همین خیلی است علی. همان مکان رو استفاده میبرند. چرا استفاده نکنند؟ شما میدونید آن آدم ها نه ناموس و نه ننگ و عار دارند. به فکری من باز همان مکان رو استفاده میبرند. البته همین خیلی. این خیلی باشد با آنها خبر نرسیده. باید زود از پای این عملیات شویم وگرنه آنها موش دارند. موشا باشد گوش؟ بله موشی زیاد است. آنها چخیل نان میپزند با این موشا مردم را زهرآلود میکنند بیناموسا. شاید همین خیلی است اکای محمد. همین خیلی. به فکری من زود از پای این شدنمون لازم هجوم باید کنیم. شد امشب با عملیات میبرایم.
من سردار عدنان رو میپرسم. یگید تو بالی درآمدگاه مکان رو نظارت میکنی. چیزی که دیدید به ما میرسونید. ما باشیم در درآمدگاه دیگر میایستیم. مکان رو ما نظارت میکنیم همین خیلی؟ بله سختت رسید چی؟ اگر با ما بودن خواهی گفتم رو بکن. چرا نمیکردم ولی میکنم کمیسر اصلی. چی شد علی؟ این خیلی باشد عجله کنیم. رفتیم رفیقان. با پیش برادر. کجا میرویم من؟ بخیر است برادر چی شد؟ یگان گفت است؟ من سراسیمه هستم. تو حالا هم دلگیر نشدی؟ این چی است؟ یک دروغ، دو دروغ، سه دروغ خوبو لیکن تا کجا می روی؟ بیبی جان وقتی برای پرداخت پول برق رفتنم در راه نمایش رسم رو دیدم تماشا کنم. حالا هم دروغ گفته ایستاده ای. حالا هم به من دروغ گفته ایستاده ای. من از پسی تو نرفتم فکر میکنی ها؟ پولی برق، پولی آب مرا فریب میکنی فریب. دیگر به تو باور نمیکنم. حیف بود بیبی. مرا تعقیب کردی یعنی؟ بله. به من باوری نداری؟ نه باور نمیکنم. من به تو چند بار حکایتی چوپانی دروغگوی را نقل کردم. گوش کنم اینه. آخرین بار اگر یک بار دیگر به من دروغ گویی دانسته باش که من تو را یعنی حتما یکون کار میکنم به تو. من یک کسلیه رو خبر گیرم؟ اینجا بیا. راست به خانه خانم چه امروز گناهکاری باید را از خانه به بیرون نمیگذاری. اجازت نمیدهدی. حالا هم زبان درازی میکند جواب میگرداند دایی. یگان سخن دروغ و فند و فریب نمیخوام از تو فهمیدی وی صاحب. کارت را خوب اجرا میکنی. سهر بر وقت ساعت 6 از خوابت خسته به کار میروی. ای بابی نبی چی گفت است؟ من به خدا ساعت 6 نمیخیزم. من به طور خروسومه. این چونین در دستت یک دفتر میگیری. ماهانه پول اجاره ها رو آنجا مینویسی. من میبینم بعد. های توبه کردم من باوری نداری. به صاحب تو آدمی باوری ناک نیستی. خمایلش این چونین به خانه عروس آوردن قطعا من است. خصوصا شبانه. بابی جان من در خیلی کروی پس دست نمیزنم. نخود ما باور نکنی. این را بین. بنا را مثل گل به تو تازه دادم. اینجا را ببین. به چه حال آوردی تو؟ همه چرکین رود سیاه بزایبه. اینجا را ببین. دار تارتنک همه جا. آخی بابی جان تارتنک به برکت های پشه را میخوره کو؟ پشه ها را میخورن گفته در خانه نگاه بین میکنیم ها؟ میگن که طور تارتنک فایده داره. خانه را ای خوشه کم میکنن. ای خواه پیخوا رو من نمیفهمم. من تو را برا میدرارم حتما. بابی نبی همین خانه را من هر روز تازه میکنم. من نمیخورم که همین خانه ایت را. من نفست را میبرم. واز دوخت را محکم میکنم. بله حاضر میگویم. علیا؟ علی؟ چه خیلی هستی؟ بسیار منتظر نکردم. نه وای من تا آمدنی تو با یک پیشخدمت شناس شدم. مکتبی خوراکپزی داشته است. یک جایی هم میرویم. پیشخدمت؟ یک جای با کورس خوراکپزی؟ سراغت را نوشتم جانم. بسیار خوب است. تشکری زیاد. این دختر است. تمام جانم یک جای میرویم. یعنی من این خیلی کورس ها رو دوست میدارم. تو چی منوشی؟ من یگان چیزی سخت نوشا میگویم. قهوه سیاه؟ میشود فرق ندارد. خیر و من چی گفتنی بودی ها؟ در باره مروه ها؟ در اصل بله در باره مروه اما در اصل من در باره حسیات خودم به تو گفتن میخوام. یعنی چی حس میکنم به تو میخوام نقل کنم. چون که دیگر
инро дар дилам нигоҳ дошта наметавонам. о бӯи хуш меояд. медонам ин каме аҷиб аст, аммо акнун ман бояд ҳамаашро ба ту гӯям. алия, мерве, چی خیلی؟ چی خیل عزیزم، خوب هستی؟ چی خیل هستی علی؟ خوبم. мерве, ту вай сюрприз кунам гуфтам, ӯро ман даъват кардам. бисёр хуб, яъне ташаккури зиёд. акнун чизе ки гуфтанӣ будӣ ба ӯ мегӯӣ? албатта. برای تو را مجبورن آوردنمون بخشش میپرسم. شما کی هستید؟ برای کی کار میکنید؟ تو را پیش از آن که پلیس دستگیر کند ما یافتیم، کافی نیست؟ چی میخواهید از من؟ چی درد دارید؟ دیشب ماجرای بدی را پس سر کردید، خسته نباشید. مرا با دقت گوش کن. تنها یک چیز عادی است میپرسم. این کمیسر یکی چکمک این محاربه ها را به خاطر هوا و هوسش نمی کند. معلوم است که برای تو می جنگد. پس یا بین شما دوستی قوی است یا شما یکان نقشه دیگر دارید. در گروه ما یک قاعده است، زبان درست شده را کوتاه میکنیم. باقی چی داد و گریف داریم کاری شما نباشد. خیر، او رو نمی فروشی. بسیار خوب، ولی او تو را فروخت. به نزدی درت پلیس را روان کرد. تپن را بسنگ زدی شاگرد. کمیسریگیت هم با ما بود. حمله در حالی بود که او در قفس می جنگید. گپ زنگونگ در روزنامه و مجله ها وقتی که در قفس کمیسر مشهور می جنگید پلیس وارد شد. با چشمان دیدی. فکر میکنی همه چیز رو میدانی ولی چیزی رو نمیدانی. تو رو فریب دادند ولی خبر نداری آدمی که تو آماده کردی دیروز به جای کارش بی مشکلی به راحت رفت. حتی شاید برای خبرکشیش مکافات پولی هم گرفته باشد. درست فهمید اکای شوکت، من باید با یک عملیات روم این شام. این رو میدونید عجبا بازی رو با شامی دیگر گذرانیم نمیشود اکای شوکت؟ میشود؟ با کمیسر در ارتباط شو، با او ملاقات آماده کن. بعداً کارش را تمام کن. من باشم تو را با شیف شناس میکنم، با دکتر. خوش آمدید. مرحمت. تشکر زیاد. مرحمت. قهوه کلمبیاگی. تشکر زیاد. باورم نمیاد این قهوه کلمبیاگی است. قهوه دوست داشته من است. حتی اگر ننوشم صبح به خود نمیآیم. تو هم دوست میداری علی؟ یعنی من بیمارم. بیماری قهوه کلمبیاگی حتی یکی از ندارم در کلمبیا است. هر ماه برای من یک کپچه قهوه کلمبیاگی میفرستد. بسیار خوب میدونی دیشب در عملیات بودند.
آی جان دلی من البته دشوار است کاری خطرناک است بله البته علی برج تو چی است عقرب عقرب خطرناکترین برج البته ما آدم‌های خطرناک هستیم بسیار خطرناک اما برج تو با برج من موافق است نه اما با بالا برآمدن و فرآمدنش حرکت‌هایت با چیزی مانند است همین خیلی از راستی میخواهم دونم بالا برآمدن چیست انیق شعر است به فکرم نه خیلی بوقا حتی رفیقان مرا مرغ میگویند باورم نمیآید بسیار برج موافق یعنی در اصل مرا برای همین برج چند دختر ترک کرد خیر علیه ما یگان وقت دیگر میتوانیم بخوریم نمیشود وای مادامی که یکدیگر رو میخواهید من یک جای کردم شما رو هم با یکدیگر بسیار میزیبید انشاءالله خوشبخت میشوید تشکر زیاد علیه بسیار غمخور هستی تو کمک کردی این خیلی باشد من میخیزم میدانید که در امنیت کار زیاد است رفتن در کار حسابی ما را بیاره تو با خودت دردی سر گرفتی یونوس از عملیات نونی سفید چی میفهمی یا خدای تعالی عشقم سنم ایست یک چیز میگویم کاری نمیکنم درو کشو با خدا کاری نمیکنم کشو یگیت یا اینجا یگیت ایست یک لحظه با تو گل زدن میخواهم یگیت درو کشو خوش میکنم عشقم یک لحظه با تو گل میزنم تمام میروم خوش میکنم خطرناک است چرا تو نمیفهمی سنم خطرناک است چی خطرناک است عشقم چی میگویی تو ببین من برای تو از نسل کلچه پخته آوردم در بالای میز چی؟ با نسل نمیشود نسل بر ضد عائله و رسم آیین ما است تو میفهمی یگی تو چی ها میگویی من هیچ نمیفهمم یگی تمام سخت نمیگیرم نکشود درو اما تو به یک سوال من جواب بده میان ما یگان نافهمی هست نه نافهمی نیست چرا نافهمی باشد چون که چیزی نیست اما خوب است عشقم چیزی باشد و من بگو آخر من گیزل عصبی نمیشوم مزه نمیفهمی دیگه اصلا تو رو با آغوش میگیرم و تمام سر میگم در آتیوش میگیرد گفتن نمیتوانم سنم اگر گویم میگویم ولی گفتن نمیتوانم بفهم گفتنش دشوار است یعنی این را گفتن نمیشود نباشد گپی گفتم درست برآمد شاید چی درست برآمد وای آخر خدایی مهربانی چه علاقه دارد این آخر چیز نیست جانم چیزی نیست عشقم بگو یگو جای شرمش نیست براحت باش لطفاً بفهمون و من یک جای روی حالش رو میابیم این چیز مهم نیست اگر نباشد چورش رو میبینیم چی نشود میشود جانم این چی بس خودش میشود ولی نباید شود یعنی مادام این خیلی باشد مشکلی نباشد پس در اکشو نمیشود راحت شدی شنیدی سنم تماما من تو رو فهمیدم تو رو البته میفهمم زیغ نشوم من تو رو میفهمم پروا نکنی این خیلی چیزها میشوند در حیات جانی من تمام پس این خیلی میکنیم در این مسئله تماما گپ نمیزنیم بله گپ نمیزنیم مرا به حال خودم گذاری کم تو از اون کلچه کمی بخور تمام من میخورم شکلات شخص منی بای این خودش چی گپ است مموری که میسردم سمانک فایده داره سمانک در جوش ما کفش زنیم دیگران در خواب ما کفش زنیم چی کار میکنی؟ سمنک آماده میکنی؟ بین دقت کن اگر به دیوار یک قطره آب پریده جزیب شود نگوی که خبرت نکردم چوتکه دندانشوی را گرفته تازه میکنی سمنک در تن دیوار میلسمش بخدو برای تقایت چیزی نپس تو تنها برای رفیقانت کار است
ягон хабар аст? бояд инро гӯш кунед сардор. суманак мепазем ки комиссар шифо ёба. ин маззаш чӣ ба ин хачид? ин чӣ хел суманак бошад? бӯяш аҷоиб. боби оли без напухтай. комиссар ҳар ҷо бошад инро хӯрда ба амалиёт мебарояд. боби наби ин амалиёти махфӣ аст. бояд ин байни худ мо бимона. ира барои комиссар йигит пухтесум. илтимос ҳечкиро нагӯ ки вазъияти йигит бадай. медонӣ боби наби гап байни худ момона. як духтар пеш комиссар йигит омад. комиссар йигита маззаш набуда. биён монед даҳони ту беқолаб аст мисли балони мошин. магар ин гапҳоро дар назди ҳама гуфтан мумкин нест? не боби бояд ин гапҳоро ҳечкас нафаҳма. ҳозир безани суманаки ман тайёр шавад. вазъияташ бисёр бадай. чӣ проблемае дошта боша аввал мада мегам. мо ҳамкорӣ дорем. калиди хонашам дар дасти май. мисол ягон кас агар ягон гап гуфтанӣ боша аввал мара мегӯяд ки бира соҳиба муро фаҳмон. ма бошум ҳама хабарҳоро аввал аниқ мекунам. чӣ хабара чӣ хабар нест ҳамаша комиссар намегӯ. ту хабаррасон ин одами ҳариф будаӣ. ӯ мегӯяд ту мерасонӣ. боби наби чӣ ба ту намефаҳмӣ одама? гӯш кун боби, ман як агенти номӣ ҳастам. агент ҳастӣ ту? бале, ман агент ҳастам. инро бояд ба шумо намегуфтам, не ки маҷбурам кадик гуфтам. ин суманака фақат агентҳо мепазанд. ман бояд ба комиссар йигита ёрдам кунам. худованд, суманаке мара шифо овар кун ки давлени йигит бихеза. суманак дар ҷӯш мо кам шаданем, ҳама дар хобу мол. чӣ шуд сардор? ягон гапи муҳим шуд? хабаркашро ёфтем. амалиёти нони сафедро йигит хабар додааст. аз чақчақат роҳат кардам али. ба ман гуфтед комиссар? ба ту гуфтам. бигир кулча гирифтам. мехӯрем. вале фаромӯш кардам қаҳва гирам. бо ҳамин қаноат кун. ин чи аст комиссар? یک کلچه است پسرم. وقتی که پلیسا به عملیات میرن از این میخورن. به این معنا گفتم. من تماما نفهمیدم کمیسر. ما این چیزها نمیخوریم. در فیلم ها میشود. تمام میدونم در فیلم هاست ولی کم باشد هم سیر میکنیم. گرسنه نمیمونیم. بخور. اینقدر گرسنه بودنتون رو میدونستم در اونجا دکان شاورما پزی است. برایتون گرفته میومدم دو سه تا کمیسر. بمان. کلچه خوری واهمه است. بگذار دیتکتیو بودنم اون را فهمم. دیتکتیو حاضر دیتکتیوی کرده ایستادیم. با اون منو گفتم که میستی در فیلم ها. خیلی کنی بینیم این چی هست. این چی هست کمیسرم؟ تماما مزه نداره. چی خیلی میخورید این رو؟ چی؟ یا خدایا کلچه است آخر. ای این شیرینی بد بوده است. شکرش بود. کجاست آن کلچه هایی که در امریکا میخوردیم؟ کجاست آن کلچه ها؟ امریکا؟ کمیسر شما با امریکا رفته؟ نه نرفتم. البته با آنجا نرفتم. در فیلم ها آن رو چرخ پرق میخورند که ندیدی مگر؟ برای همین گفتم. شاورما میپختگی در کجاست؟ خدا تو را جزا دهد. دخترم چرا با او باور میکنی؟ چشمونی بدش را ببین بلبل میکند. از او به تو خوبیه نمیرسد. باز فریب داد دختر را. تلفن را در جایش ماند. با او زنگ نمیزنی؟ زنگ زد. دخترم او خاندار است. از او به تو فایده نیست. تمام مرا گوش کن. انا همین فریبت داده میگردد. تمام داملا زیاد تو را فریب میدهد. او رو پرو. زود باشم مغ بردار. وقتم بسیار کم است. حدود یک لمحه سر می شود. همین تو نمی رسیدیمش بچه.
خیلی من با این گپ میزنم حاضرم. خیر از کمیسرم کی زنگ میزند با شما؟ نه با یک رفیقم صدرالدین فیض‌الدین جواب دهم باز خفه نشد بسیار زود میرنجد. الو صدرالدین؟ صدرالدین؟ کدام صدرالدین؟ شد گوش کن. به عملیات برآمدم. ما حاضر در عملیات هستیم. منتظر ما نشو دیر میبراییم. من تو را بعداً زنگ میزنم. حاضر وقت ندارم. خیر میلش. خب همه کیست؟ خاموش نکن. من تو رو فهمیدم. میدانی امروز با کجا رفتم؟ با کجا رفتی صدرالدین؟ با بیمارخونه که مادرم اونجا کار میکرد. نه با شرکتی واقف؟ تو چی کار داشتی آنجا؟ چرا میروی با آنجایها؟ سین و سال تو میده است یعنی سوالات میرسد ولی سرتا در بلا نمان گفتنی هم خیلی. از یک دکتر را پرسیدم. چی؟ دکتر گفتی؟ خیر چی گفت؟ کی بوده است؟ اون زن رفتاری عجیبی کرد. یعنی گپ رو گریزاند. با فکرم چیزی رو پنهان میکنه. پنهان؟ البته پنهان. یعنی وی را پنهان میکند. پای افضلهای ایدانه را پنهان میکند. البته اینها را تو یک طرف گذار دخترم. اما تو دیگر به این خیل مکانها خودت تنها نرو. میلش؟ اوف مگو. برای تو خبری بدی دارم. بگویم از امروزی براتن مرا به بیرون برآمدن نمیموند. من کرده است به بیرون برآمدنم رو. همین خیل. وای خندش زند به خدا. یعنی دستانش را بوسیدن در کار است. با فایده تو کرد ها؟ بخیل. تمام همین خیل باشد. گپ رو دراز نمی کنیم و بعداً با تو زنگ میزنم. میلش خیر احتیاط کن. شب بخیر. ینگم رو سلام رسان. دندونش رو بوسیدن لازم بدست ها؟ شبی باز هم کورا میشد است. بیا نخودی شرک ده بیا بچه بسیار بالازد است. بیا بیا نخودی شرک کمش من نه آی دختری زیبا کنی بیا. خسته نباشید. نقش خوب بازی داری که؟ البته خانم در طول یک ساعت یک ماه معاشم را کار کردم. من کارو میپردایم نخودی شرک میفروشم خوبتر بودم. نه اکا هرگز. اگر تو رو هم از دست دیم من دیوانه میشوم. چی فکر داری جانم؟ امشب این آدم ها را دستگیر میکنیم؟ از صبح انتظاریم. با مکان کسی در آمد و برآمد نیست. میدونی که به اینجا حمله کرده بودیم. آنها دوباره اینجا رو استفاده نمیبرند. دیوانه نیستند. ولی یگید با احتمال گپ زده بود. با فکر من حاضر سرشون را با روغن گرم زیر کرده با گپ در آورده ایستاده است. یگید این وقتا عجیب مینماید. انتظار شوی معلوم میشود که چی گپ است. این یگید به این هم دایم همین خیل است. چی خیر معقول شد؟ بعد نه تو این کارو نکن. یعنی آشپزی خوب نمیشوی. چرا بالازد نیست که بر؟ بخیر است علی؟ از صبح پیامک بازی داری مثل ساعت به ایست چک چک داری. امری دیل است؟ با من گفتید کمیسرو؟ نه با رفیقی در قفا نشسته گفتم. البته با تو گفتم. چی گپ است؟ امری دیلت است؟ نه کمیسرم کار دیل برای ما نیست میدونید کو. کنی فهمان فکر کردی من نمیفهمم. از خنده هایت معلوم است. نقل کن کنی سیر را در دلت پنهان نکن. سکته دیل میکند آدم را. کمیسرم یک دختر است. من رو بسیار دوست میدارم. اما ابلهی کردم نسبتی به دختر. خطای کلان کردم. چی کار کردی؟ یعنی این خیلی گویم مثلی دیگری با وای دختر رفتار کردم. مثلی که من دیگر آدم هستم. یعنی همه رو معاف کردم. بعد حاضر باشد رو برای دختر برآمده گفتن میخوامم و گفته نمیتوانی. خواستت رو گفته نمیتوانی. او چی میگوید؟ البته که نمیدانی تو. کار رسوا شده است نه؟ با خدا راست گفتی. اوف با خدا تو را غیر از من کسی دیگر نمیفهمد. این را بدان.
با خیر است کمیسر یا اینکه شما در این حالت هستید؟ نه پسرم، چه حالت می شود به ما؟ چون مرد که هستم میفهمم این حالت ها را، برای همین گفتم. کمیسرم نمیدونم چیکار کنم. یعنی میگویم رفته رو برای دختر برآمده همش رو میگویم نقل کنم با او. باز میگویم سراسیمانش آروم باش، خودت رو به دست گیر، این روی حل نیست تو خیر. با خدا گوش کن که من چی میگویم با تو پسرم. حاضر که نگویی کی میگویی؟ چه خیلی یعنی؟ اوف علی بین، ما در این حیات چه ها دیده میدانی تو؟ کاری امروزه را به فردا نگذار، فردا نیز همین خیل میماند. روزها میگذارند و خودت نگاه میکنی هیچ چیز به دست نآورده ای، تماما هیچ چیز. من به تو یک چیز میگویم، در این حیات از همه چیزی مهمی آموختم این است که هیچ کار را به تأخیر نباید گذاشت، همه کار را در وقتش اجرا کن. اگر دوستش داری رفته رو برایش راز دلت را بگو، این خیل با تلفن پت پت کردن نشین، فهمیدی؟ رو برایش ایستاده با یک جسارت یک تا گپ میزنی، یعنی همین خیل میگوید. البته با پیش حرکت کن. من کردن نتوانستم، اقلا تو بکن. این کارا بکن تا که جگرت نسوزد. درست میگوید در اصل کمیسرم، با خدا راحت کردم. این خیل باشد من پگاه رفته رو برای دختر برآمده همش رو نقل میکنم. چرا پگاه علی؟ چرا پگاه؟ چرا حاضر نی؟ کار را قفا پرتافتی، چرا حاضر نمیروی؟ شما چه ها میگوید حاضر در عملیات هستیم کو؟ پسرم چی کار میکنی عملیات را؟ حل میکنیم. بین چی را فکر میکند؟ عملیات نان است. در آمده میگوییم که نان خورده مردم را زهرآلود نکنید و میرویم. تو در فکر این نباش، پروا نکن. خیز رو، زود باش. کمیسر اصلی چی؟ از من اجازت گرفتی، خیز رو. این خیل باشه کمیسر، من میروم، اما شما خودتون تنها از اونده این عملیات نمیبراید. بعدا کمیسر اصلی ما رو جنگ میکنه. پت نکن، زود رو. حالا هم چکیده نشسته است در اینجا. تو رو من حل میکنم. ببین بخیر نسود بده هسته که گفتم که بسیار نخورده هنوز میسوزه نخواهی همون کفت پیر هم بسیار بخیری. این چه خیلی گفزنی است بی صاحب؟ پیر میر گفته ایستاده تو؟ بیماری دل دارم، یک کاسه گرفته مزهش را خواستم بچشم، کمی بینم گفتم پخته است یا نه؟ چه دروغ میگوی؟ یک کاسه پر کردی خوردی رنگ خری سمیری و سمیری. ای بابدون ای خرمر گفته چه خیلی گفزده ایستاده تو؟ به خدا من به دهان تو قلم فر میکشم. ای بابی من خر گفته اکو مثال آوردم، شما خر نیستین که خردون کاره باشه میبخشین. دیگر بار نمیگفته است. نو به یادم آمد، وای خوراک آماده کرده ات را برای کسی پخته باشی برده بده، هر باره میبینم چشمانم تاب میخورن، نفسی مرا میدانی. بازی رفتم دیدم ناماده است، پگه سهرکو میبرموش. من تا پگاه چه خیل طاقت میکرده باشم. ای خدا برای من از مغازه یک شامپون گرفته بیار. با هم زنکای گوش که اپای معرفت کاری من تا ساعتی 5 وقتی کاری من تمام شد، بعد همین ساعتی 5 کارخانه دولتی که شده نه محکمه. این خیلی نکنین، ما هم کار شخصی خود ما را داریم. هی عجایبه نه؟ به این زن گپی سخت نمیگفتی باید. اگر به جای تو میشدم دویده شامپون گرفتم می آوردم، دویده بالا می برآمدم به او زن می دهم، هم بالا و پایان فرآمده انرژیم را صرف می کنم میرم. بابی نبی ای خدا بتر خیلی نکو زن بیگونه با این انرژیتون هازی بالا بروین به خدا کار بر جزیر می شود. بله جانم، اگر خیر روم همه را برباد می دهم. من خواستم به او یاری رسانم، تنها تو یک چای دم کن من نوشم،
یگان کار باید کنم اجمعنی کنم این خیل انرژیم را خالی کنم نمیدانم رو یک دو سه چهار یک آلیا در کجایی؟ با تو باید تاجیلا گفتگو کنم. یگم کاری بد شد مگر؟ نه کاری خوب شد، حتی بهترین کار شد. در کجایی تو؟ از کینو برآمده به خانه میروم. علی؟ آلیا من تو رو بسیار دوست می‌دارم، عاشقت هستم. اوبا نهایت گفتم. یعنی چی خیل علی؟ همین خیل، من دیوانه‌وار عاشق تو هستم. تو رو به حد زیاد دوست می‌دارم. برای تو میمیرم. من با خود دوستت می‌دارم. ای یک لحظه. اما میروه چی؟ میروه گفتنی کسی نیست. در دنیای من تنها تو هستی آلیا. تو و من هستی. کار کردی؟ بر وقتر نگفتی دیوانه. کلام کمیسری گید. غذای ما هم آمده. اینها چه خیل نانپزند. مردم را فریب داده با این لباسهای فسان میگردند. حرام خوران لعنتی. حاضر میایم بعد میبینیم. دارید که اینجا بی خطر است. دوباره اومدن به اینجا خطرناک نیست؟ ای بچه پلیس اینجا رو میدونه. انا برای همین اومدیم. آنها فکر میکنند که ما دیگر اینجا رو استفاده نمیبریم. اکنون فهمیدی؟ ما پلیس هستیم یا نانپس معلوم نیست. در نانپس خانه ها می‌گردیم. یا خدایا سلاح دارند می آیند. برادر چی گپ است؟ کی هست اونجا؟ تو با اون طرف رو؟ کی هست اونجا؟ تسلیم شوید پسرم. با آنان شوخی نمی کنند. یگان کاری خطا نکنید. از خوش رفت دیوانه. ای پسر به من نگاه کن. مرا بین.
خب بیا ترسانچه هستی تو بیدار شو هی خیل خیز گم شو کیسر آنجا تو کی هستی؟ نه من آنان بازی نکنید آنانی حق حلالی من بازی نکنید کی باشم؟ میسوزانم شما را میسوزانم شما را پلیس از جایتان نجنبید از جایتان نجنبید گفتم دستتان را بردارید هیچ کس از جایش نجنبد بردارید دستتان را بردارید خدا داره چون موشه زن بگیرد که میخورد تو بر زمین خواب کن نخست این را هم گیرید چی شد اینجا این چی احوال است چی شد با تو باور کنید چیزی نشد دهانو بینی کسی را نشکسته عملیات را به انجام رسانیدیم خدا را شکر رویم را باید شویم چی شد با تو؟ حالا همیشه پیشتره؟ نگاه داری با من؟ عملیات تمام حالا یکی کارهایت رو یاد کرده میگید حلاق نباد به خدا رحمت اکیم رحمت تبریک میکنم یگیت چیزی نیست برادر وظیفه همان رو اجرا کردیم امروز سرت کمی ناجور بود برای همین دیگر خیلتر بودی نه اکیم محمد هوشم در جایش نبود کمی بعد همش خوب میشود عملیات خوب گذاشت همین خیلی نه؟ با جایزه سزاوار شده ها نه جانم خیلی وقت بود با تو وعده داده بودم ولی فرصت نمیافتم اکنون با همه گروه خوراک بهبود میدیم کنی رفتیم یه لازم نیست اکا رفتیم اونقدر کار نکردیم کو شوام گپ را زیاد نکن اکای محمد با این سر و لباس چخیل میرویم ها چخیل باز بکار دیر ماندم استاد ورزش کجا کار خیلی است و من شوف چرا جواب دیم دیوانه هم مگر من جواب تجلیست چرا جواب دیم تو را نمیشناسم اما ما تو را میشناسیم اوف یگیته چی بلاها به سرم آوردی من با که ها سر و کار دارم خدایا کمیسر یگیت اکه شوکت با تو بخوردن میخواهد مکان بخوری رو اکه شوکت معین کند با تو خبر میرسونم انتظار شو تمام چی گپ است neredesin birader neredesin birader اصلیه یاریدی هم لازم نیست خدا میکنم اصلیه با تو یک چیز رو صحبت کردم میخواستم درباره یگیت چی گفتن میخواهی؟ سردار عدنان نسبت یگیت شبهه داشته است وقتهای آخر رفتارش تغییر یافته بود از من خواست او را تعقیب کنم یعنی چه خیل سردار عدنان به تو گفت که یگیت رو نظارت کن؟ بله شبهه اش راست برآمد یعنی در دستم دلیل ندارم ولی یگیت چی کاری کرده ایستاده است به قریبی معلوم می شود سردار از خارج آید با او حسابات میدهم گوش کن یگیت چی کار میکند؟ یعنی بعضی دردها دارد و تنها آنها رو به ما میگوید تمام؟ اصلیه تو از او دور باش تمام؟ نمیخواهم به تو ضرر رساند یک لحظه این گپ چی معنا دارد؟
یگید انیق چی کاری رو پنهانی کرده ایستاده است. با نزدیکی معلوم می شود. نمیخواهم به تو ضرر رساند، فقط همین. رحمت، ولی این نصیحت‌هایت رو در خودت نگه دار. احتیاج به نگاه بینی کسی نداره. جرأت این آدم رو ببینه. نه برادر، از این کارها جان ما خلاص نمیشه. یگی چی بلایی به سرم آوردی ها؟ پسرم تو دیوانه چی بلا تلخم رو کفاندی؟ در پشت در خواب میکنی چی بلا؟ بله کمیسر، در پشت درتون بودم. خوب شیرین در بودم بیدارتون نکنم. گفتم خودتان میبروی کمیسر. بیدار نکنم این چیست؟ بادک میگردی دیوانه ای تو؟ شیرینی پرقوتم. شیرینی پرقوت؟ به من درکار نیستی شیرینی پرقوت. از برای خدا یک طرفیست برایم. نه کمیسر، شما مرا نادرست نفهمید. من برای دوله اینتون نگفتستم. و دختر قهر کن. نتونستین که امیره بخرین سلامتیتون خوب میشه و رفیق کمیسر. اگر نشود که من نامرد. اکو من نمیگم که او فایده سخت داره که دوله اینجا استابیل نمیقپه. صاحب اینجا یک تا بیمار باشد آن هم تو هستی بخشی. یک طرفیست تا من میبرایم. نه به خدا من سومانه که عیشوی در روز تو سر برای شما بختم. خلا یک خوشک بخرین بچه. بادک میخوری مگر؟ اینجا انتظار شو، طبق میارم. کمیسر شما یک خوشک بخره بچه دیگه در حالی نگاه داره آدم ببرم. پسرم ای دست در بدر میگردی؟ دیوانه ای تو؟ آدم ها رو مثل سگ‌های دیدو جمع میکنی؟ رو چی کاری میکنی کن اینجا نیست، طبق میارم. امینه تیز اکنون دخترم، اینقدر زیاد خواب نکن. البته روزی دراز راه گردی حالت همین است. خسته میشوی، خواب را بکنون. خیر، عمری دراز بینی تو. چی کار کنم بیبی؟ دیگر یکان چاره ندارم من. ببخش مرا. یک خوشک نخری یک آنجا نمیمونم تا یک خوشک بخور دولینت بخیزه بچه دولینی پسکتی یک آنجا میخالتی میمری بخورو. ای پسرم گرفتم که در خانه چرا تو از پسی من دویده مرا غم میدی؟ هر سهر از پشت من میدوی مثل دیوانه ها؟ یکه بخدا من تره دوست ندارم، حرمتت میکنم. یک خوشک دیگه بخوری میمری. دهن تا بکشو رنگی کم است. خاموش باش. خدا خواه دولینی کمیسر روی میلیون میشوه. این چی است؟ سمرک نوروزی بدن سوی خودم پختم و لعنتی. دیدی ها؟ یک قاشق خوردی علکه از هفشنید روی کدسته. دو قاشق خری کو ای تو دویده میکرده. دیگه لباسای مرغ نمیپوشی. ای پسرم تو چی ها میگویی؟ کدام مرغ حاضر به تو؟ خدایا توبه، دیوانه کردی. این مسئله دیگر است. گوش کو کمیسر، یکون کس همون دو دسته. من خدا تو فقط سخن کن. من همین بچه های محله رو هماشون جمع میکنم بسر. ای مگر تو دیوانه هستی؟ رهایم کن، رو کن شب دیوانه احمد. یا خدایا توبه، فقط از پشتی من است. کلا غوث. خدا بزنه دمی سمنه که من کورت کنم. مزه را بینی ای اصال دا با مزه اکر برهان بیا سمنک بختم میخری سمالیات های میکنی. دیوانه بسیار گم میزنده. ای برادر مثل آدم ها علاقه کرده نمیتونید مگر؟ یکی از پشت در دیگری از پشت ماشین. چی بلاز به سرم میارد؟ آدم برای سلام دهید؟ وای من نکن. گوش کن جناب یونس، اکنون عادت کن با اینها حیات تو من بعد همین خیل است. وقتی زیاد ندارم در حال موضوع را گویم. این شوکت گفتن آدم با پیکاس در علاقه شده است. تو با یاری ترینر فهمیده میتوانی بینشان چی گپ ها گذشته است؟ خدایا توبه لازم نیست. به این هم امروز وا میخوریم. با کی؟ با شوکت؟ با شوکت. مرا جیغ زد، نمیدونم. تمام. خب
با آن واخری میروی؟ نه خوب شده است. شوکت با پیکاس بعدا مرا فایده خورند همین خیلی نیم اگر؟ نه ترس پسرم، من در نظر میشوم. تو با آن واخری رفته گوش کن که شوکت چیها میگوید. ببین پسرم، درباره یگید دست سیاه چیها میدانند آموز. هم اگر کار شود من در نزدیکی یک توکمچه هستم. البته نزدیک توکمچه هستی. خدایا توبه زیر کردم ولی نآمدی. بسیار گم نزن، بعد گردش ایستا میفرایم. من تا مترو پیاده میروم. یا خدایا مترو میگوید. تو بر این آدمی مخفی چی خیلی با مترو میشینه؟ یگان کار دیگر میکردی بر راحت میرفت. همین طور نیست مگر؟ شوخی نکن جناب یونس، کار خودت را کن، مرا اینجا فرار. مرا گوش کن. اگر خواهی چیپ دادیم در مترو لازم می شود. خیر کن، رو ها باشه سروسیان اشام میرسد. مویام بخرن اخی. گوش کنی مرا، من شما را سیری سومرکه میگم. این پروتئین همش دروغه. اینا میخری قوت میگیرن. اینا میخری یک آدم 5 آدم زدن میتونه. پیستولت کدی زنن تا نمیمری. گرانتامیوت کدی باید بزنن. بخبیره کمای این دختره کدی یک گپ زنن. آنها چی کار میکنند؟ مایلش سیری بین هر دو منحول یا مخفیه یا؟ با خودم یکون کسی یکون چی نگفتم توزی مخفی است اما کم وی پدرم در بولاست؟ نه با خودم حوزی برو مد رفت به امنیت؟ نه گفت یا مسئله مهمه برو مد برفت مسئله؟ یعنی چه خیلی مسئله جنگ و شپو اینم خیلی چیو دینش اومده بود کسی هم قزادنش کده که هر بوری برم کده ما گفتم ها بچه ما میچهیم یکون خدمت شد بگو آخی بچه را میگیرم میرم خدمت را میکنم پدرم با جنگ را و تو اجازت دادی که رود ها آفرین یعنی آفرین پیرخری کلونه کجای فرش میره İplerin inceldi iyice, neredesin birader? به این کارها عادت کردیم در سرمون نشود باز افتش رو بین سلام علیکم به داخل گفتنی در بیرون گم میزنیم هوای خوب است رفیقان را جیغ زنی نمی شود جیغ نمی زنیم؟ بخشش این خیلی باشد میدرایم اینها با سر اشاره میکردن باز خوب میدرایم تلفنم کنی سلام مکش آقا آن آدمی که درباره یگید بود چه خیلی بود گفتی؟ درباره یگید بودگی آدم چه خیلی بود؟ قد پست، گندم رنگ کفت و کاب میکنیم اول از این یگید جانمون خلاص شود
کمیسرم تمام شد. چی تمام شد؟ مرا صاحب دعوت کرد گفت که کمیسر یگید به جنگ رفت. گفت جنگ است، شما هم یاری دادن آمده. خوب هستی کمیسر؟ خوبم. جنگ در کجا میگذارد؟ مرا برید آنجا. مایل از کمیسرم رفتیم همراه بیشتر. به خدا که شاکرت بسیار خوشگپ هستید شما، اما من یک چیز را پرسیده می روم. نپرس. تمام نمیپرسم اکا. با من دام گذاشتی کمیسری گید. با تو یک دیگر فهمی خوب داشتیم. نباید این کار را میکردی. استغفرالله که شاکرت، من دام نکندم. کدام چخوری؟ من چقدر چخوری میکندم؟ یه جنگ کن گفتی، من هم آمدم جنگیدم، قریب بود که مرا میکشتن. تو این رو یک طرف گذارو اکا، یک آدم رو میکابم. سرش کل است، در پشت سرش مور است، مثل ما است. اینجا سوارها را من میدیم. تمام اکا، بپرس. مرا تو به دام افتاندی. پلیس را با آنجا ترجیح زده بودی. نه اکا شاکا، چه علاقه دارد؟ من پلیس را دعوت نکردم. از اول معلوم بود. من گریزم گفته بودی کاری مهم دارم فلان. اگر آدم ها تو را به زور نمی آوردن، تو هم همراه پلیس ها حمله میکردی. نه اکا، این که گپ نیست. من فکر کردم بازی فوتبال است. گفتم به شرط دروازه‌بان میشوم، فقط همین. ای یگید کمیسر، چه خیلی کارهایمان خوب پیش میرفت. تو را دوست میداشتم. با کار درو بلا سنه که خودش چی گفت از من هیچ چیز را نمیفهمم. چرا این آدم ها آهسته آمده که شوکت اینجا نافهمی است؟ با خدا بسیار میخوام که همش را به شما بگویم، اما مرا بفهمید خیلی تماما گفته نمیتونم. در بالا ماریسیا هست. خدا داره رو خوراکی دادن او چی بود؟ خپیده نمیتوانید، من خوراک خوردم. التماس گذارید من روم. بچه ها این خیل نمیشود با این طریق کنده ها آمدید. این از روی مردی نیست برادران. 10 به 1 اقلا یک نفرتان به طرف من گذارید بعد جمع کنیم. تا همینجا بوده از کمیسری گید. کسی با من بدی میکند نمیبخشمش. گوش کنید بچه ها، یعنی بیایید به یک خلاصه این بچه ها. این خیل با این چوب های دستتان کار حل نمی شود، با خوبی حل نمی کنیم. ما و شما نمی زیبد به خدا بچه ها. داده بچه سمتری توی با ویرون کده. اتاکه با kocam görece tu batma. Fena işlere dolandım sanki hiç dert yokmuş gibi. Battık madem en dibine. Fark etmez mevzu bende. Elimde silah belimde rozet, tam daldım mevzu içine. Ama artık daraldım be. Neredesin birader tepeme çökmeden. Çok acayip tipler. İpler inceldi iyice. Neredesin birader tepeme çökmeden. Çok acayip tipler. تو اینجا بودستن جناب شوکت و من بگو اکنون با پیکاسکای در کجا واخوردی؟ آنها بسیار خطرناکند. آنها بسیار آدم‌های خطرناک هستند. خاموش باش، آدمانی مرا هم دیدی.
آدم را سیخ کباب کرده میخورند به خدا. بگو کی و در کجا با او خوردی؟ یگید چشمانت سیاه دیوانه ای میدانم، ولی آنها هم مرا هم تو را هم میکشند. دانسته باش. خاطر به دستی آنها میدیم، تو را پاره میکنن. و من بگو کی و در کجا با پیکس با خوردی؟ زود باش. دیروز خوردیم. در کجا خوردید؟ در انبارخانه کهنه. پیکس خدا جزایت دهد. تو اینجا بوده است حیاتم. زود کمی مانده بود که تیر خوریم ها؟ امینا در کجاست؟ در را کجا پیسرم؟ که محمد این را هم گرید. خدا شفا دید برادرم. با همم احمد جان. امینا بیا. امینا خوبی؟ من خوبم، تو خوب هستی؟ خوبش. چی شد اینجا با ما نمیفهمونی؟ البته میفهمانم از کجا سر کنم اینشون نمیدارم. اگر راضی باشید من این رو نفهمانم و یگید فهماند. کمیسرم شما خوب هستید؟ خوبم. میدونم با من قهر داری. اکنون باور دارم با وجود داشتن کرایل. از اول با تو باور نکردم. کرایل رو اینکار کردم. اکنون باور دارم. لطفاً همش رو با من فهمون. معذرت میخوام، تو همیشه حق بودی. با خدا چه دروغ بگم، از دهان تو در آخر این گپا رو شنیدم. مرا هم دیگر غم ندارم اصلا. Tepeme çökmeden çok acayip tipler, İplerin inceldi iyice. Neredesin birader? Tepeme çökmeden çok acayip tipler, İplerin inceldi iyice. Neredesin birader? این چیلا اینجا چی گپ است؟ Tepeme çökmeden çok acayip tipler, İplerin inceldi iyice. Neredesin birader? Tepeme çökmeden
Çok acayip tipler, ipler inceldi iyice. Neredesin biraz? یک دقیقه اگر تو یگید باشی تو کی هستی؟ من یونسم، یعنی برادری دوگانگی یگی. سنم از من نیو، یعنی نامزدی برادرم است. من مجرد هستم. علی در اینجا چی گپ است؟ با خدا حیران شدم. من هم حیران. میدانستم که نمرده ای، با من حیله کردی. با خدا میدانستم برادر. با خدا چی دروغ گویم. من هم فکر کردم که از عهده این کار میبرایی. بازیگر خوب بودی. یعنی ما در نقش دیگران بسیار نقش آفرین کردیم. در گلیوود با جای جانی دیپ نقش بازیده بودم و هم با جای من. تمام. یگید یعنی یگید حقیقی. خب با ما نمیفهمانی چی گپ شد؟ به خدا رفیقان، من کمی خستم. اجازه دید رفته کمی استراحت کنم تا به خود آیم همراه دخترم. به شما همش را یونس میفهماند. چه خیره که نباشد قهرمان این کار او هست. Elimde rozettam daldım mevzu içine ama artık daraldım be. Neredesin?